Hi guys, what's up? پروژه میجر توکنینگ خودش رو منتشر کرد و طبق قولی که قبلا داده بود بیشترین سهم رو به کاربراش داد. حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم چقدر به ما میرسه. طبق پستی که میجر منتشر کرده قرار 80% توکن به کامیونیتی یا کاربرای خوشگلش برسه و 20% هم به توسعه و بازاریابی اختصاص پیدا کرده. حالا از این 80% قرار 60%ش مستقیم به کاربرا برسه بدون اینکه توکنی قفل بشه و 20% بقیه هم آینده از طریق مثلا فارمینگ یا پول مثل نات کوین مثلا با هولد کردن توکن میتونید جایزه و توکن‌های بیشتری دریافت کنید. 20% بقیه‌اش هم برای بازاریابی و توسعه این توکنه. بعد از اینکه همستر لیست شد و کاربرا ناراضی بودن، اینجا به همستر تیکه انداخته و گفته ما مثل همستر نیستیم. همین نوید اینو میده که سهم خوبی قراره به کاربرا برسه. تعداد بازیکنای همستر زمان لیست شدن 110 میلیون بود. اینجا تو میجور ولی تقریبا 1/4 همستره که از این لحاظ نسبت به همستر برتری داره، چون هرچی تعداد بازیکن‌ها کمتر باشه توکن دریافتی بیشتره. نقطه ضعفی که این بازی داشت پولی کردن امتیازا بود که عدالت بازی رو از بین می‌برد و نقدینگی رو بالا برد. دقت کنید تو قسمت بازی‌ها با انجام دادن کمبای روزانش میتونید روزانه 5000 تا سکه دریافت کنید. علاوه بر این تو قسمت ارن و یا تسکا میتونید با فالو کردن تلگرام و حتی اضافه کردن ادلیست روزانه اونجا رو چک کنید و امتیاز دریافت کنید که نیازی هم نیست که ادلیست رو حتما اضافه کنید، فقط اون دکمه ادلیست رو بزنید خودش امتیاز رو میده.